خشونی بالا بی بی بیا بابو مر بگیر چشم سیاه داری قربان چاوم من بی بی کجا داری بیایم به خشونی بابو آنه برسیدیم به دمی غریه دیگه گله ها اگه جوانی هم بی خوبه اگه پیری هم بی خمی نداره دیگه خوبه بابو بابو نفتی دیشب بخیالم بابو کیبه؟ اه کیبه؟ مالم خسرون بابو دیشب گلیا خود نخوردیم نه ایوارم کاکا جو بله سلام علیکم زنده نباشید شکر شما خوبه زنده باشین بفرمایید اینا که هستم شوار بی بی منم خب چکار کنم انا ما گفتم کم بخور من کار دارم برو گوار جمع میکنم نه برو سابقی بخور ولی اینجا بخوری ما گپ میزنم تو اینجا شروع کردی به خوردن چیزم ما گفتم اینا چه کاری بودن اینا شوهر بی بی منم ما گفتم بیا آمدم من باید من به بغل خود بگیریم بابا غلق تا کنم نه یعنی این چیز کنی این غلام استاده کنه ما برا جو دارم مزدور این کار کردن نمیتونه ببی شما نه کار کرده نه ببجو کار خیر آمدیم ما با کار خیر آمد من گفتم اگه مادر شما مجرده یا بی بی شما مجرده مثلا اینا رو بدیم به زینا بدیم که ما بگوم تقریبا 98 سال میشه مجردم زن اینا جا شما خیلی فیت کرده خب به قبرستون مرده ها که مجرده 33 بلای مبرد ببی تو همه زن خجالت نمیکشی اقعد قیافه خو چرا ماما ببی تو که این رو سبا اسرائیل میای اون میبره تو بیای دیگه بی خود من کیر بودم خود می بودم بریو دیگه کاش کنیه همه زن خجالت کشین کوکو تک من ببی ما مجرده چیکار کنم که مجرده بی بی نداری برو کوکو جمع کنه برو بندر خب برین خجالت کشین زن بی نداریم از کجا بیاد بی من به قبرستونه می برو بیارم تو برو اول بی خورد تداوی کو بیارو نمزاددار کو ماما آدم هر جا برات کار خیر برم شما مگر انت گپ زنین کار خیر میدن که تو خود خر بیای برات کار خیر خب مگر آدم حتما ما متر مهمینه کاکا جو ببی تامیست تو می تا عقل کمال داره متر سیستم بالا مهمینه کاکا این روزی دو خروار مال برج دو خروار علف میکنه بیا بابو چرا خاطر ما خب بال خیر آمدیم ما به دم نزدتون نمیاییم بله کاکا جو بریم سراخ کنیم سه کنیم که اسماسی پیرزال هستی یا نه شما بیانین در سرا مردم خبر ندارن که چی گپ بیانه بی خور بده به من بی دارم که بودم ما اول از اون 10 سال شما شروع کردیم بریم کاکا جو اشتباه آمدیم بریم ببر کاکا جو اول ببی خور تداوی کنه که کرونا نگیره ما برو جمع کو برو بندال خو حالا بی شما نداره من بله بله خودم بی عقلی بودی در کدوم سرا ولی ماما اگه خبر دارین که بی بی اینا چیز تعطیل چیز مجرد هم برو به قبرستون همه زر بی به زیر کرده نیه هر کدوم می برای خوبر دارم برو کاکا اینجا گفت مفلازه در کدوم سرا برون بنفتی همه زر خجالت نمیکشم بی خور بده من بی از کجا بیارم به تو مردم غیر مردم ازلی دیگه کاری ندارم با خاک بابو شما غم به دل نکنیم 100 جا هسته همین تا میگردون تا به شما زنی پیدا کنم فهمیدیم بابو جو دل شما نشکنه بابو من تا به بابو خود نمزادی پیدا نکنم گردن و بعد باشه اگه به سرا برم روزه هم دارم تا شون میگردون تا پیدا کنم مالو خسرون
سلام علیکم. سلام همدن باشیم ماما جان. بخیر سلامت. زنده باشین سلامت باشین. بفرمایید. ما روزه داریم نمیفرماییم برارمه. بابا خور وقت کم من نمیگم که بیاین چای بخوریم، میفهم هم ما روزه داریم. خب چی کار داشتی؟ مگو تا این بابو گاگ مر به غلامی خود قبول کنیم من نمیناک بابو مت. چوب کنیم بابو. این بابو شما که تکلیف داره. چی تکلیف داره؟ نه اینا گولیا خوردی شب نخوردم. دم سرشوم ساری. بیبی شما گفتم اگه مثلا خدا بیامرزه پیار شما فت کدام مادر شما مجرد هم میتونیم بدیم از اینا. میراث خیلی داره. بیبی من خدا بیامرزه 15 سال به زیر خوکا خوگوینی میکنه. خب او دیگه کسی نداری؟ نه دیگه هیچ کس نداری. اصلا شما تکلیف داریم به نظرمه. چرا؟ بابو تو پای بلا گل رسیده این زنی مای چکو. تو بیا بگو بزید. تو کاکا تکلیف داری؟ ما کو خیرات نمان برارمه بیبی نداری؟ نه کجا بیبی مونه به قبرستون برو برادی. آخه برارمه تو میگم پیار نداریم مادر تو که مجرد هم مادر خور بده بر اینا. کب زدن خو کاکا بفهم. گردن من شما به تامینجی لغت میکنم. تو ببی تو آینکای نگاه کو تو. برو نشو برو. برو دقیق. مادر خو بده. برو دقیق استاد نشو. ترخی افاق نباته ما هم غطتونو. برو. به خدا تکلیف دارن. بابو خود تکنم ما رو تون مثل قرود داری میماله. برو کاکا دقیق برو. برو خود میرن دیگه برو دقیق. برو. به خدا پیار خود بیارم ما رو ترسه لد میکنه. برو گمشه برو پیار خو بیارو. برو دقیق. و مالی که به آدم بیای به خشونیت کسر دومات خود میزنه. بیخی به جوان 14 سالی هم میدی به خشونی. برو استاد نشو. قیافیر تو سیکو. قیافه نزنی که ما جوانم نزنی. فقط در قبرستون جسته برو. برو دقیق. نزنی به تو میگم. نه. به زمین خوردو. بیا بابو بیا. برو استاد نشو برو. مرو. خواری رو تو نگاه کن. برو. مرو من این سرا که شما این نیه. سرام از مانه برو. برو این سرام گو گسپنده مانه برو استاد نشو. همین علفار بخورم اما یک دقیقه. برو کاکا بری نه گسپنده مانه برو دقیق. اگه تو خیر دیدی خو اسم من بگردو. بابو خواهی فکر زن نکن برو به فکر قبرستون کن چه فکر کفن کن برو. گفم افتاد برو استاد نشو برو. زن مایه یک پیر مردم خجالت نمیکشم. شمینجی بستیم بگو. بله خسران ما میشه ببیشه سلام علیکم اندن باشید آقا جانجاره سلامت باشید بابا جو خونوک نخورین دیگه به شما بگوتم خور بپوشین میخورم بابا. ماما جان ما بیامدیم که همین بابو من گفتم من اینا مجرد هم تقریبا 35-40 سال میشه گفتم اینا زن از اینا عمر خور به شما بخشیدم. خوبه بابا. انا گفتم اگه بیبی داره مثلا کسمسی هست جوان هم اگه باشه مشکلی نداره. خب انا می بیبی بابو من مجرد هم گفتم اینا رو نه انا مام زن بودم هر جا میگردیم برای من هم دندون از اینا پیدا نمیشه. شما به خسرونی آماده؟ بله یا خب چرا بوده خیر بودی به بخور؟ خب پیا بابو من که هست به حساب موتر نداره موتر. بگی نه نمیفتم. این بابو شما مریضه؟ نه اینا میتا خلفی سر سینه. سلفه؟ شما سلفه میگه ما خلفه میگیم. روزه هم دارم بابو به حساب. خوبی ما مبارک کردم شما خسرونی آماده. خود دیگه برارم دیگه روزا فرق نمیکنه دیگه حالا ما که نمیگیم شیرینی با ما بدین که ما شیرینی بخوریم. همون که باشیم شما بگیم حله هم گفتیم حله ما مثلا یاره من بیبی دارم. لنگ ببر بگوی شما میخوره خیر شما عدد نداره. نه
بیبر مستک دارو کاری بله ما بیبی دارو خب سن دینا بالای چند بالا رو من سن دینا یاری 85 70 میشه همیت چیزا هست 80 85 85 بگو آه. درسته خوبه دیگه بابا میگن خوبه دیگه بابا ببین شما گپ زدن نمیتونه میتونه بابا هم دیگه گپ زنی خوبه دیگه آنه اسم روش چی هسته کی اسم بابوم که هست اسم بابوم مشمندلیه خری داره نی بوغ داره نی صندلی خب پس یک کاری کنیم به زحمت بشین هم یک دقیقه شما اینجا بس که برو خودی بیبی خون گپ زنم همین تبری میکنم خود بیبی خوب سن دینا چنده سنده کی اینا 2 کم 80 باشه الان اینجا بس کن خوبه والا وقت چای هم نیه نکم یا مال چای اگه 85 باشه بیبی شما بابوم هم 2 کم 80 با هم مساوی هم بگی وقت چای هم نیه نه زنده باشین دیگه چای بخیر یک گپ دیگه بله. این ببیشم میراث هم داره ها رستی ها چی داره؟ برای من 4 تا خر خب 4 5 تا گو ابلق شیری و ناشیری خدا آدم خوب زمین داره یک باغچه کم داره پس خوبه دیگه ها. بس کن من بی خوب بیبی بابو انال بابا به خیالم که روشناییه بفهمیدیم برای این بچه که خودی بابو خود صحبت کنه خودی بیبی خود خودی بیبی خو خودی بابو بیبی خود انمی اگه باشی فکر کنم این برات میراث میگیش بابو لالا جان بله بیبی ما گفتم که ما برادم این یک نفر میپالم خیر بینی یه از بیبی هم مجرد پیرزالیه زنده باشین خب انا بیبی ما گفتم خب. که برو زندگی اینا نگاه کن زندگی؟ میشه بریم همین گرو گوسفند میراث و خونه گوسفند دارن گو داریم خر داریم زمین هم داریم خب بریم خودشون یک نگاهی بله، بکنیم بیاین. بریم. بیا یعنی با بیبی شما رو تولد دیگه حالا بچه خاله بله خر میای بیاین شما خر میای بیاین سعی کنین لالا بله این باغچه بابو منه ها این گندم بابو منه خب آنه گوام اونه آنه پیشیایم صبر کن صبر کن آنه این گوام بابو منه سعی کنیم بابو من میراث داره یا نداره بی وقت سمونه این باغچه هم از سینام است ها خب خوبه پس آنه گوا برانم شماره کنین سعی کنین چند تا گوه باختر ببینه رزی میشه نه اشتا نمیشه برارم نه مای ما برا کنه بزونه گردن خورما بسته نمیکنم برارم سعی کنیم بیاین لالا بله این گو سیاه و گو سفید میبینیم ها اینا که از شو خالی خسور هم میمنه خب بفهمیدیم اینا از اونایه یکی 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا اینا از بابو منه خرا دیگه هم 3 تا خرم به دیگه جایه آنی باغچی گندما این زمینا گندما آنی مینای نیه بابو خوبه دیگه خوبه دیگه خود سر بکنی گمه بی خود یک زنگ بزن سلام هم برای من بیا که بریم اونجا آنی یک ببیشو مریضه چی؟ بور انتقاوی کنی نه زخم میدی و چاق شده باشم یک زنگ بزن بی خود مطلب آنی مال 5 تا گوه بفرشیم مال چی میگیم به بیبی خو؟ نگو من نمیتو زندگی خوبی دارم آه. بله شکران گوشی ببورم بده به دست بیبیمه زودی شده که بله بیبی میگم من بیام آدم گوه از اینا نگاه کن زمین ها از اینا نگاه کن 7 تا گوه داره نه 7 تا گوه نه گردن مبستن شما روزه 5 تا گوه 4 تا خر 5 تا گوه 4 تا خر زمین بگیر گندم بیبی همیت زمین ها کلون داره همه گندم کشته او بر جوان زمین کلون داره این اخکو بگو وقتی که دندونا شما چیز داشت اخکو میفهم یک بار دیگه اخکو که اخکو کم نگه داره یک مبت بیبی خوبه دیگه سعی کنی لالا از که شما مجرد به جمع نواسیش من یک کلمه گفتم خودی نبگم نه نه خب برار مادر منم بیبی دیگه همی اسم چیه کی گیلک ولد ببومه همی گیلک میگم من به جمع نواسه شما یک 2 کلمه گپ به شما میگم آخو بیبی دیگه کی نه بیبی می السلام علیکم اندرم باشین بیبی مانیم زنده باشین سلامت باشین بیبی جان من واسه می بابویم که با شما بیامدم خسرون
همین یک ساعت پیشتر می آمدن در سرا شما گفتم من همین بابو مرا اگه شما قبول کنیم به جمع شوار شما به کل کار خوب میشه. شما هم چون 85 اسم شما چیه؟ عباس. همین عباس نواسی شما گفته که نه بابو بیبی من 85 هم بابو من دو کم 80 اینا به هم که میکس کنیم مساویه. نه دندون تفلیات اینا بافتاده. او تا از حساب جوانیت ما ایمان میگم به کل ما بگم خود شما میتونم مستقیم بدون تصویر کرد. قانون زدار نشن نه. چون شما نامحرمی بیبی جان اینا به هدف شوهر آمدم خدای نکرده با ما گناه نشه. همین درسته. یک کوخه بزنیم ببین. این چیز بده همسایه بده بغل تیر شد بابا من بگم. بله بله. بیبیال چه کار میکنه شما؟ بیبی از اطراف گو خر گوزمینان دل جمع باشین. خوبه من خود اینو صحبت میکنم. خوبه. خداحافظ. خب لالا. بله. خوبه دیگه حله. وعده ما شما فقط توام شوید. خوبه گپی نیست. شوید بابا خیر. هر دم دهنا وا شد ما میاییم. بابا خیر. بریم افطار میمون ماشین. شوید ما دیگه میرم رو به سلام. سلامت باشین بخیر باشین. اهلا بیبی بابا جون. بخیر باشید میگن شوید بیان که فاتح کنین. خوبه دیگه. بریم به خونه بابا. نه گفتم من شما نازبدار میکنم. بیاین بابا.